مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان این نهاد روز یکشنبه یکم اکتبر سال 2023 در رفع عاقبت‌های یک صدمه مرگ‌آور در نوحه کوشانیان ولایت ختلان اشتراک کردند. روز یکم اکتبر ساعت 12:20 به قسم نوبتداری ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان درباره یک صدمه مرگ‌آور در حدود دهه قهرمان جماعت زرگر نوحه کوشانیان خبر رسیده است. نجات بخشان این اداره به جای حادثه رسیده معاین کردند که یک ماشین سبکرو تمغه اوپل استرا تحت اداره ساکن 27 ساله شهر دوشنبه به سبب ازوده اداره نقلیات نبرآمدن راننده به ماشین بارکش تمغه مرسدس بنز پرینتر برخورده است. در نتیجه راننده اوپل و یک زن مسافر 53 ساله جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. نجات بخشان با استفاده از تجهیزات مخصوص جسدهای هلاک شدگان را از داخل ماشین خراب شده بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان بار دیگر از رانندگان خواسته است که در راه‌ها از حد اکثر احتیاط کار گرفته تمام قاعده‌های حرکت از جمله سرعت را رعایت کنند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.